سلام بچه ها، من آدریان هستم. خوش اومدید به این ویدیوی دیگه. و امروز اومدم استوری لاین چپتر 2 و یه بخشی از چپتر 1 رو بهتون بگم. پس لایک و ساب یادتون نره، زنگوله هم بزنیم. بریم سراغ ویدیو. در چپتر 2 ما 2 شخصیت خیلی اصلی داشتیم، 2 گروه، 2 شخصیت که یکیش کیاس ایجنت بود که رئیس گروه شادو بود و اون یکی مایدس بود که رئیس گروه گوست بود. ما با این 2 گروه گوست و شادو در سیزن 1 چپتر 2 آشنا شدیم که کیاس ایجنت رئیس استیمی استکس یه جورایی که الان میتونید عکس استیمی استکس رو صفحه ببینید و مایدس رئیس ایجنسی بود در سیزن 2 چپتر 2. ما در سیزن 5 کوین د کیوب داشتیم که در نزدیکای پارادایس پالمز اومد و عین ریفت بود و تمام قدرت های استورمو داشت که قدرت استورمو داشت و الان محل این کوین د کیوب الان وجود نداره، ولی محلش استیمی استکسه که اونجا هم زده کیولوشن انرژی و عکس کیوب هم اونجا هست که اینجا کیاس ایجنت یه جورایی به اینجا وابسته است و مایدس هم به ایجنسی وابسته است. ما در سیزن 2 چپتر 2 یه ایونت داشتیم به نام دومزدی یا روز قیامت که مایدس سعی داشت که استورم رو تغییر بده، یعنی استورم رو تغییر بده دیگه. و اون اولاش ماشینش که اون دستگاهش خوب کار کرد و یه دفعه وسط های اون ما تلپورت شدیم به یه مکان دیگه که اصلا نمیشناسیم و با ایجنت جونزی برخورد کردیم که میگفت چی شده اینجا. بعد میتونستیم مپ رو هم ببینیم که الان داره چه اتفاقی میفته. بعد همون لحظه بود که ما تلپورت شدیم دوباره به مپ خودمون و دیدیم دستگاه مایدس دیگه داره انرژیش تمام میشه، ولی مایدس خسته نشد، دوباره به کار افتاد و سریع دوباره فعال کرد و این دفعه ما که فعال کرد ما دوباره رفتیم اونجا و جونزی گفت چی تو ما رو میبینی؟ بعد دیگه حرف زد ایجنت جونزی و ما برگشتیم به مپمون و دیدیم یه طوفان آبی دور مپمون رو گرفته جای استورم. بعدش 3 روز بعدش ما رفتیم سیزن 3 چپتر 2 که در اول تریلرش دیدیم که مایدس توسط یک کوسه خورده شد، ولی هیچ وقت این اشتباه رو نکنین در بازی، هیچ وقت کسی توی بازی نمیمیره. ما در یک دایره تکرار شونده وجود داریم که همیشه در تکرار. یعنی مثال میزنم، وقتی ما میمیریم، وقتی وارد یه مچ دیگه میشیم با یه ذهن جدید و همه چیمون از اول اومده، مثل همون چیزی که مثلا باسا رو میکشیم دوباره میان تو بازی، اونم همینطوریه. دوباره زنده میشیم و دوباره اسپام میشیم و میایم تو مچ. به این میگن دایره تکرار شونده. خب بچه ما همون فکر کنم گفتم، همونطور که گفتم در سیزن 2 چپتر 1 با این گروه آشنا شدیم، 2 گروه که ایگو بود و آلتر فکر کنم. و اون موقع خبری از مایدس نبود، ولی ما چیزایی در مورد کیاس ایجنت میدونستیم و ایجنت جونزی همون کسی بود که ما رو آورد به این مپ و بدون اینکه مپ قبلی اصلا نابود نشده. ما دوباره گفتم در یک تکرار شونده ایم، هیچ چیز نابود نمیشه مگه اینکه خود بازی بیاد مثلا یه چیزی رو نابود کنه. ما در دایره تکرار شونده ایم و در
چپتر 2 سیزن 2 بعضی ما 5-6 تا باس داشتیم: میاسس، مایدس، اسکای، تینتینا، بروتوس و ددپول که 3 تا اینا فکر کنم 3 تا یا 4 تا بله 3 تا به شادو به گروه شادو پیوستن و 3 تای دیگه به گوست. در سیزن 3 چپتر 2 این شادو رهبری رو به دست خودش گرفت، ایجنسی رو نابود کرد و یک اتوریتی رو ساخت که خیلی محکم‌تر و بزرگتر از ایجنسی بود و گروه گوست خیلی 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 کوچیک شد که فقط یه جا در مپ داشت که اونم فورتیلا بود که الان اونم نصف شده در این سیزن و از سیزن 4 دیگه هیچ چیزی در مورد شادو، گوست و اینا زیاد پیدا نشد. خب بچه ها، اگه استوریلاین خوشتون اومده لایک و ساب فراموش نشه. تا استوریلاین بعدی، خداحافظ.